با افتخار اعتراف گردیدن شهر پنجکند همچون شهر جهانی هنرهای دستی برای سوزن‌دوزی از جانب شورای جهانی هنرمندی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سنه‌های 12 و 13 دکبر سال روان فستیوال بین‌المللی سوزنی پنجکند برگزار گردید. در این فستیوال معاون رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت شورای بین‌المللی هنرمندی، گروه مهمانان خارجی و اهل فرهنگ و هنر شهر پنجکند شرکت ورزیدند. نخست اشتراکچیان فستیوال از یادگاری‌های تاریخی و معماری از جمله آرامگاه شاعر ابو عبدالله رودکی، نقش و نگار معماری و کنده‌کاری‌های روی دیوار یادگاری تاریخی مقبره خواجه محمد بشارا و از یادگاری 5500 ساله باستان شهر سرزم که یکی از مرکزهای تشکل مدنیت کشاورزی، شهرسازی و هنرمندی در شرق محسوب می‌یابد دیدن نمودند که پسند همگان گردید. پس از مراسم سیر و گشت و تماشای یادگاری‌های بی‌نظیر این شهر باستانی در کاخ لایق شیرعلی تحت عنوان صنعت سوزن‌دوزی، مسائل حفظ عنعنه‌ها کنفرانس علمی نظریوی برگزار گردید. ضمن برگزاری کنفرانس کارشناسان داخلی و خارجی ذکر نمودند که شهر پنجکند همچون شهر جهانی هنرمندی برای سوزنی اعتراف گردید که این دلیل تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. امروز به شرافت سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان شهر پنجکند صاحب شهادتنامه عضویت شورای جهانی هنرمندی همچون شهر جهانی هنرمندی برای سوزن‌دوزی گردید. ما از این افتخار میکنیم. این باعث نه تنها افتخار تنها پنجکندیان بلکه کل مردم تاجیک باید باشد. من گمان میکنم همینطور هم هست، زیرا که این دلیل اون است که تاجیکستان در دوران استقلالیت به احیای هنرهای مردمی، به احیای عنعنه‌های مردمی، ارزش‌گذاری به تاریخ قناعتمندش توجهی خیلی زیاد دارد. این را نه تنها مردم تاجیکستان خاصه پنجکند بلکه اهل جهان اعتراف کردند. این رویداد را به همه هنرمندان، به همه ساکنان شهر پنجکند و همه فرهنگیان و هنرمندان مملکتمان صمیمانه شادباش میگویم. قید گردید که این اقدام بیانگر ظرافت هنر و عنعنه‌های قدیمی سوزن‌دوزی است که در عمق تاریخ ملت تاجیک مخصوصا شهر باستانی پنجکند ریشه گرفته است. هنرهای سنتی ملی نه تنها میراث تاریخی و بدیعی بلکه قسم مهم فرهنگی معنوی زمان معاصر محسوب می‌یابد. خیلی شایسته است که در این روزها بجز آنکه پنجکند صاحب شهادتنامه شهر جهانی هنرمندی می شود، همچنین هنری سملق‌پذیر ما را سازمان جهانی با نفوذ یونسکو اعتراف کرد. این یک ماه زمستان من گمان میکنم که برای تاجیکستان یک بهار هم آورد. هنر سوزن‌دوزی که از زمانهای قدیم رمز ذوق، زیبایی و زیرکی زنان تاجیک محسوب می‌یافت، امروز در شهر پنجکند شکل معاصر گرفته است. دوختن نقش و نگارهای رنگارنگ با دست، استفاده نقش‌های عنعنوی محلی و ادامه سنت‌های نیاگان آن را به یک مکتب واقعی هنر تبدیل داده است. در ادامه در کاخ فرهنگ به نام عالم بابوی شهر پنجکند شهادتنامه به عضویت شهرهای جهانی هنرمندی قبول گردیدن شهر پنجکند از روی نامیناسیون سوزن‌دوزی به مسئولین در وضعیت تنتنوی تقدیم گردید.